هست. خب یه چیز عجیب، مثلا یه دونه از این خاطرها رو بگم ببینید چجوری ما کار کردیم و چه خبر بود. من سال 63 17 سالم بود، درست میگم؟ آره 17 سال. رفتم اون موقع مرکز هنرهای نمایشی در تالار وحدت بود دفترش، و یه آقایی که اسم نمیبرم رئیس تئاتر ایران بودن و بیسیم رو میزشون بود و هیچ وقت نفهمیدم چرا رئیس مرکز هنرهای نمایشی باید بیسیم و اسلحه داشته باشه. رفتم گفتم آقا، یه بالاخره وقت گرفتم و یه نوجوانکی بودم، رفتم گفتم من میخوام یه تئاتر کار کنم، کارگردانی کنم. گفت چی هست؟ مال کی؟ گفتم برشت. گفت چیه؟ گفتم کله گرت‌ها، کله تیزها. مال گفت این همین چپیه است. برشت همینه که چپیه اینا. گفتم من نمیدونم. گفت خب تعریف کن چیه؟ گفتم باید بخونید، کتابشو داشتم. گفتم من نمیتونم تعریف کنم الان که. و بعد یه ذره به من مشکوک شدن که این چپیه، این میخواد حرفای سیاسی قلم سلم بزنه و اینا. بیسیم زد، اومدن از حراست تالارات من رو زدن. 7 ساعت اون تو بودم و به من میگفتن حرف بزن. من میگفتم راجع چی حرف باید بزنم؟ گفتن این برای چیه؟ این برای چی این کارو میخوای بکنی؟ گفتم اصلا من غلط کردم، من اشتباه کردم، من اصلا کار نمیکنم.